واقعا مسیر سختیه و هر کدوم از ما 20 کیلو بار داریم و از این توی آب ها باید بریم بالا. برو. این مسیر که ما داریم میریم مسیر سخته و صعب العبور. درست از این مسیر رو باید بریم. بود. یه بالا ما الان در جنگل‌های آمازون ناحیه شهرستان تاجیکستان به سر بریم. خیلی راه پردردسر و راهنماییه. البته تصحیح کنم اینجا جزء تاجیکستان نیست، اینجا منجیله، جزء خطه گیلان حساب میشه. کاروانی از شهرستان تاجیکستان و ازمین و طرف هستیم.